سلام به همگی عزیز. بریم ادامه بازی کال آف دیوتی. لایک و صاحب یادتون نره بچه‌ها. Welcome to Alpha. Enemy spotted. این چه دیوانه. حاجی که اینجا مایک میده بازمونه. Skill sets ready for upgrade. Your teammate has been killed. Circle. Holographic decoys released. Engaging the enemies. یه آرمو زدم ولی دوتا شات به این شاتگان زدمش. میخواستم نفسه نشدم تا اینکه من ندیدمش. اتفاقی شات کرد اون Your teammate has been killed. بله دیگه من ندیدمش که ظاهر شد. انگار اسپانت شد اصلا ندیدمش. حالا بگذاریم ادامه ماجرای داخل بازی. توی لوت باکس شاتگان رو پیدا کردم. خب بعد از اون ادامه دادن لوت کردن بودم تا اینکه
تا پای انیمی رو گرفتم و 2 تا شات به این انیمی زدم Your teammate has been و killed. لوتوش رو گرفتم، هم نیدش رو گرفتم. نیده خیلی قویه. یه راستش رو بخوای The airdrop is coming. یه نید انداختم راه دور که تا اینکه منفجر شد از راه دور مرد. خیلی جالب شد. به طور شانسی زدمش اصلا شانسی نید انداختم اینجا فکر. Airdrop has been delivered. چون من اون دفعه یادم رفت ویدیوشو ضبط بگیرم دیگه. متاسفانه بعد Enemy down. دیگه Your teammate has been. وقتی که میخواستم داخلشم یویسی پیدا کردم. جت پکی که بالا آسمون میریم. خیلی جالب بود. اینجا که مشاهده میکنی که به خاطر ویدیویی که ضبط میکنم اینطوریه. ایشالله بتونم آیپد بگیرم اگه بتونم. حالا بریم ماجرای داخل بازی. بعد از اون موقع که راه میرفتم دیگه لگش از کار رفت یا دیگه لگ نداشت. من اونجوری با جت پک میرفتم برای آسمون تا حواسم باشه. Your teammate has been چند killed. بار نید اونجا انداختم که انیمی بمیره. نه این دفعه انداختم چون انیمی اونجا بود. یکیشم جا The انداختم airdrop is coming. 3 ثانیه تا اینکه فقط دمیج نخورد، فقط یکم ضربه به خورد. کنوز دمیج نزد رو بکن دمیج نخورد.